من نمیدونم. آمادگی بالاست ماشاءالله. خیلی وقته که دیگه دلت باسم تنگ نمیشه، گل ابریشم من گل که دل سنگ نمیشه. خیلی وقته که یه پیغامی ندادی واسم، آخ چقدر قشنگه از عشق تو دیوونه شدم. تا میای تمام میشه هر چی دمه، زندگی داره تو دقایق. زنده بان هر کی هنوز یه عاشقه، زنده بان هر کی هنوز یه عاشقه. جفتمون حسنیم، فامیلیامون فرق میکنه اما مخرج صدایی یکیه. کاش میشد میگفتی بدونم من چه کردم، وقتی قهر با من با کی بگردم. مخرج صدایی یکیه. سینما دیدین که سینمایی هامون چجوریه؟ اصلا من گزارشی رو از تلویزیون نگاه میکردم در صنعت سینما، میگفتن ما داریم ورشکست میشیم چرا که مردم مثل سابق از سینما استقبال نمیکنن. حالا من نمیدونم اشکال از فیلم هاست، مگه چی بشه بعد از مدت ها یه فیلمی بذارم مثل کلاه قرمزی که همه برن، اونم بزرگترها بیشتر بچه ها میرفتن نگاه کنن، یا یه دونه مثل شهر موش ها بذارن. باور کنید رفتم 2 تا بلیت بگیرم، گفت تا 12 شب فول فروختیم مثلا بلیت نیست. گفتم نگاه کن یه فیلم مدرسه موش و یه شهر موش ها چی واقعا این انصاف واقعا. بعد منم فقط میخواستم برم این کوپل با نارنجی ازدواج میکنه تهش چی میشه، والله اصلا برام مهم منو که فیلم. حالا به قول مصطفی میگه حالا کیا میرن سینما؟ میگم این دختر پسرها از ناچاری جایی ندارن با هم صحبت کنن، میرن میشینن تو سینما، تو این تاریکی سینما با هم صحبت میکنن. میگه دختر پسرایی که تو سینما با هم آشنا میشن تو پیاده رو از هم جدا میشن، مثل قدیمیه. حالا مثلا چی به هم میگن؟ فیلم سینمایی داره پخش میشه، در قسمت از فیلم قهرمان فیلمو میخوان اعدامش کنن، دختره رو به پسره، من میگم اعدامش نمیکنم. پسر آروم دستشو میگیره میگه عزیزم خودتو ناراحت نکن، مطمئن باش اعدامش نمیکن. دختره قول میدی؟ اون به تو قول بده فیلم آخه. اصلا تو حواست نیست. بچگی مرده خوابیدم یه جوری داستان جمعش کنه بریدم. یواش آقا لشمازان الان هله دانه 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 یه دانه یه دانه یاره مو خوشگله دانه یه دانه یاره مو خوشگله. این آهنگ بندری من رو یاد مطلبی انداخت. مصطفی میگفت حسن خطرناک حسن، میگفت همه اون عزیزانی که اهل رقص و اینجور مسائل هستن میرن جهنم الا بندری های ما. گفتم چطور؟ گفت بندری جماعت درسته که با یه آهنگ شاد داره میرقصه اما همزمان داره میگه توبه توبه توبه، همون لحظه توبهشو بیکن. این معنی عزیزان یه مثال من ببینید، دوزخ و بهشت شما به من مربوط نیست، یک مثال برای دیدن تو بیقرارم، تو بیای از سفر بیا تو هر قدر در بزنم تو بیای بیخبر. بفرمایین بالا.